دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که آن دکان شکر دارد. و ما امشب از برنامه تبسم عید برای شما عزیزان دل لحظات خوبی را آماده کردیم. تشکر از عزیزانی که دیشب هم پای رسانه جهانی دنیای نو بیننده تبسم عید بودن. امشب هم ما را همراهی بکنید. همه شما عزیزان خوش آمدید میگم به قسمت دوم تبسم عید که امشب تقدیم شما میشه. نمایشنامه های بسیار مقبول و مهمانان بسیار عزیز و نور چشمی که گفته های شیرینی برای شما دارن. همچنان کادر مجرب و متخصص شفاخانه تخصصی سنا کوثر امشب با خود داریم. پس هر لحظه ای برنامه با ما همراه باشید. مهمان داریم در ابتدای برنامه، مهمان عزیز و نور چشمی که صدایشان بازگشای قلب‌های زنگالود است. جناب استاد فخر القرا شیخ القرآن، قاری ارشاد مزمل شحات، یکی از نخبگان و قاریان بین المللی کشور زیبایمان افغانستان و افتخار حریوا زمین و مهمان خوب لحظات ابتدایی برنامه زیبای امشب تبسم عید. با ایشان بیشتر آشنا میشیم، از ایشان پیام تبریکی میشنویم. خیلی خوش آمدین جناب استاد، عرض سلام و ادب خدمت شما. با معذرت از میک استفاده بکنین و به بیننده ها سلامی داشته باشید. سلام علیکم و رحمت الله. جا دارد که در ابتدا عرض سلام و ادب خسته نباشید دارم محضر بینندگان و تلویزیون جهانی دنیای نو و شخص شما و بقیه دستاندرکاران. ارشاد شحات هستم در خدمت شما و جا دارد تبریک عید داشته باشم. عید سعید اضحی خدمت همه بینندگان تلویزیون دنیای نو و همه مردم افغانستان و سراسر جهان تبریک و تهنیت عرض می دارم. در خدمت جناب شما استاد لطف دارین، محبت کردین، وقت گذاشتین برای ما، از جمله افتخارات هستین. حضور شما در کنار ما قوت قلب، الهام بخش، انگیزه میدین برای ما و من خیلی خوشایند هستم که در کنار شما قرار دارم. جناب استاد عزیز، نوای دلانگیز شما، صدای مقبول شما در گوش همه عزیزانی که شما رو میبینن طنین اندازه و گوش نوازه. من خیلی دوست دارم برنامه ما با مقطع کوچکی از تلاوت شما رنگ و بوی ایمانی هم بگیره. قبل از اینکه روی صحبت‌های دیگه بریم، اگر آمادگی داشته باشین تحفه ایمانی تقدیم ما بکنین، همه ما سراپا گوش و شنونده شما خواهیم بود. طوری که در ابتدای صحبت‌های خود تبریکی داشتم، عید سعید اضحی یا سعید قربان به اصطلاح معروف ما و شما در افغانستان، بسا زیباست که آیات مبارکه از آیات مبارکه قرآن کریم از جزء 23 سوره مبارکه صافات، از اشتباه نکنم دقیق از آیت 99 داستان و یا قصه قرآنی که راجع به شأن حضرت ابراهیم خلیل الله و اسماعیل ذبیح الله پدر و فرزند که ایشان رو به قربانگاه بدرقه می‌کردن و بالاخره از بهشت و یا جنت به اذن پروردگار یک گوسفندی آمد و بالاخره او ذبح کردن و همو آیات میخوایم بسیار زیبا و ارزنده و مطابقت داره که تلاوت بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال ذاهب إلى ربي سيهديني.
رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله ربنا الأعلى. جزاكم الله خیر. احسن. چه خوش است صوت قرآن ز تو خوش صدا شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. واقعا که ورتل القرآن ترتیلا شکوفایی خاصی داره. سپاسگزار جناب استاد هستیم با اینکه امروز بسیار مصروف بودن و در چند برنامه تلاوت داشتن، محبت کردن که این ساعت از روزر که ساعت پایانی روز هست به ما وقت دادن. سپاسگزار شما هستیم جناب استاد عزیز. دوست دارم خواهش میکنم با محبت و سخاوتی که به خرج دادین و تشریف آوردین برای هم میهنان عزیز خود پیام داشته باشین در ایام عید، مثل باقی روزها برایشان سپری بشه یا متفاوت تر باشه. چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است، ولی باز هم میپردازم به بعضی کلمات. بالاخره راهنمایی نیست، به اصطلاح درس پس میدیم برای بینندگان و به خصوص شما بزرگان. دیگه روزهای عید از آنجایی که یعنی فلسفه عید شروع میشه به معنای این که یعنی خوشی، دید و بازدید و کسایی که بالاخره با یک دیگر صحبت‌هایی کردن و یا معاملاتی کردن و یا تجربیاتی دارن، اندوختایی دارن که بالاخره باعث ملال خاطر یکدیگر شده. چی بسا زیباست که در این روز عید که به معنای عود کردن همه چیز، یعنی خفگی‌ها و خستگی‌ها و خشونت‌ها و تشنجات برمیگرده به این که مقایسه بشه، یعنی معکوس قضیه
که به خوشی تبدیل بشه، جای بسا مسرت و خوشحالی که از یکدیگر بازدید داشته باشند و صله رحم به جا بکنن و کسایی که توانایی و استطاعت قربانی دارند ذبح میکنن در عید سید اضحی یا سید قربان. بسا زیباست که یک قسمتی از مو گوشت به اصطلاح برای خود اگه نگهداری میکنن، قسمت زیادتر برای فقرا چی بکنن، چرا که از آنجایی که واضح آشکاره که افغانستان از جمله کشورهای درجه سومه، البته استعدادهایی که افغانستان داره، تجاری که افغانستان داره، دیانت و تینت و سرشتی که مردم افغانستان دارند به همگان هویدا و آشکاره، ولی باز هم از لحاظ این که فقیر نگه داشته شده، عقب نگه داشته شده از جمله کشورهای، پس فقرا که در جامعه باشن نیاز دارن از مواد خوراک و امثال هم. پس به عید قربان هم چی بسا زیباست کسایی که استطاعت دارن قربانی میکنن، همون فریضه الهی ادا میکنن، بالاخره از او گوشت برای مردم بالاخره توزیع بکنن، به این کمپاین بپیوندند که کسایی که قربانی هم ندارن بالاخره اونا عید که هست مسرت خوشحالی به خانه از اونام بالاخره نورانیت بیایه و خوشبختی داخل بشه. 100% پیام شوار آویزه گوش میکنیم و امیدوار هستم همه بیننده‌های عزیز ما این پیام کلیشه‌ای هست که ما میگیم، اما تذکر او برای قلب‌های ما نور ایجاد میکنه و انشاءالله که تذکر این موضوع که بیشتر به این هم صمیمیت ایجاد بکنیم از زبان هر عزیزی شنیدن به ما انگیزه بیشتری میده. لحظات ابتدایی برنامه با تلاوت زیبای جناب استاد آغاز کردیم و در ادامه برنامه تبسم عید لحظات بسیار خوب، نمایشنامه ها، چالش ها و عزیزان مهمان بسیار گرانقدر دعوت داریم. 2 شب کامل از این ساعت و از این دقیقه با تبسم عید با بنده موحد واحدی همراه باشین که قرار انشاءالله قوقای بپا بشه و برای همه شما عزیزان بسیار سرگرم کننده باشه. تبسم عید با اون لبخند زیبای شما ادامه داره، پس با ما همراه باشین. سپاسگزار حضور جناب استاد قاری ارشاد مزمل شحات افتخار افغانستان هستیم که در برنامه ما حضور داشتن و صدای نازنین خودر به ما تحفه تقدیم کردن. تشکر. ایام عید شما با کام باشه جناب استاد. بنده هم از شما سپاسمندم از اخلاص نیک شما و یک بار دیگر عید سید اضحی و یا سید قربان خدمت همه بینندگان و شخص شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. شما و خانواده محترم شما نیز تبریک باشه. ممنون. با ما همراه باشین دوستای عزیز. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همان راه نمایی. همه درگاه تو جویند، همه از فضل تو پویند، همه توحید تو گویند که به توحید سزایی. عرض سلام و وقت بخیر خدمت نگاه های گرم یک شما بینندگان تلویزیون جهانی دنیای نو. دکلمه شعر به خوانش میگیرم، امید که مورد پسندتان قرار بگیرد. زندگی زیباست چشمی باز کن، گردشی در کوچه باقی راز کن. هر که عشقش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست. من میان جسم ها جان دیده هم، درد را افکنده درمان دیده هم بر شاخ ها احساس ها، می تپد دل بر شمیم یاس ها. زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست. به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه ها هم می گذرد آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند و تن لحظه خود جامعه اندوه مپوش هرگز. زندگی ذره کاهی است که کوهش کردیم، زندگی نام نیکویی است که خارش کردیم. زندگی نیست به جز نم باران بهار، زندگی نیست به جز دیدن یار، زندگی نیست به جز عشق، به جز حرف محبت به کسی. ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوست تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم. جهان سپاس.